سلام رفقا، آماده اید یکی از بانمکترین گربه‌های دنیا رو ببینید؟ بزن بریم. این تاکسیدو مثل یه آقای شیکه، فقط کراواتش گم شده. کاش پیداش کنیم. چشماش اینقدر نازن که میخوان همونجا بمونی و فقط نگاشون کنی. آزمایش‌ها نشون داده صدای پاکت غذا همه حواسش رو میبره. وقتی دمش تکون میخوره یعنی یا بازی میخواد یا یه نقشه کوچیک داره. پریدن‌های ناگهانی برنامه روزانه است برای سورپرایز کردن تو. گوشاش مثل رادارن، هر صدایی رو میشنوه، مخصوصا صدای خوراکی. هر تاکسیدو یه داستان مخصوص خودشه. بعضی شیطون، بعضی عاشق چرت، با نور و سایه بازی میکنه، انگار یه نمایش کوچیک برای خودش اجرا میکنه. اگر چشمک آرام زد یعنی دعوت رسمیه، بیا بغلم، قبول کن. یه توپ کوچیک میتونه چند دقیقه شادی ناب تحویل بده. گاهی روی دوپامین ایسته تا بهتر ببینه. کار باوقاریه. اگه یه مسئله باشه زود حلش میکنه، مخصوصا اگه جایزه باشه. اگر جعبه پیدا بشه انگار خونه جدیدش رو پیدا کرده، مالکش میشه تا اطلاع ثانوی. یه وقت دیدی جوراباتو برده فکر نکن دزدیده، فقط آرشیوش میکنه. یه چرخش ناگهانی فقط میخواد بهت بگه دیدی چه بامزه‌ام. نوازش ملایم یعنی موتور خورخور روشن میشه. کنسرت خصوصی پشمالو. جای گرمونم اولویت شماره 1 تاکسیدوه. رزرو لازم است. وقتی روی لبت میشینه یعنی رسما دوستت داره. تبریک، صاحب رسمی یه تاکسیدویی. تاکسیدوها عاشق محبتن. اگه مهربون باشی با خورخور جواب میده. این گربه ها حرف میزنن. بعضی میو میو ها یعنی شنیدن، بعضی یعنی خوراکی بده لطفا. وقتی صدای خاصی میکنه بدون که احتمالا سفارش اسنک دادن. حرکات شکاریش مثل یه فیلم صامته، دقیق، سریع، حرفه‌ای. هر پرشش حساب شده است، انگار مهندس پرش خانگیه. توپ و اسباب بازی مساوی شادی سریع. فقط بنداز جلوی پاشو نگاه کن. وقتی دمش رو تکون میده یعنی حواست به من. با بچه ها و حیوانات دیگه عالیه. رفیق بازی حرفه‌ای. رقص های بامزه شبیه یه شو کمدیه. خنده‌ات میگیره.
کنجکاوی یعنی بو کردن، لمس کردن، بررسی دقیق. بعدش خیلی ریلکس میره. پنجره براش تلویزیونه، نقد منظره با پنجره. نشستن روی میز فقط برای اینه که از بالا سلطنت کنه. صداهای عجیب، اول میپره، بعد وانمود میکنه هیچ چیزی نبود. بعد غذا دماغش رو لیس میزنه، یعنی عالی بود. وقتی پنجه‌هاشو فشار میده یعنی داره بیسکویت درست میکنه، خیلی بامزه است. وقتی بازی گوش میشه انگار با خودش مسابقه گذاشته، با تمام توان دنبال بازیه. شبها نگهبان کوچولوی خونه است، صبحها هم با یه صدای بامزه بیدارت میکنه. نوازش خوب مساوی فعال شدن حالت خورخور و آرامش. یه نگاه عمیق، آماده باش، دلت آب میشه. این گربه استاد تعادل و چرت زدنه. برنامه‌اش ساده است، بازی، چرت، دوباره بازی. هر حرکت بامزه‌اش قابل فوروارد کردنه. بفرست برا دوستاتو بخند. مهارت شکار بله، هدف اصلیش معمولا قلب صاحبه. هر پرش یک اجراست، تشویق یادت نره. قایم شدن بهترین بازی دنیا، همیشه هم برنده میشه. اون نگاه آروم نابود کننده مقاومت. قبل خواب سریع اطراف رو چک میکنه. 5 ثانیه امنیت، بعدش استراحت. بازیگوشی‌هاش لحظه سازن، آماده خنده باش. قانون خانه، نوازش با دستور رسمی آغاز میشه. یک نگاه، شروع عملیات نوازش. نوازش کن، شاید امروز یه جایزه کوچیک هم بگیری. حرکات سریعش برای کلیپ‌های وایرال عالیه. همیشه آماده بازیه، حتی تو خواب. سورپرایزهای بامزه، استادش. هر جای گرم و نرم مساوی تخت سلطنت. حرکت‌های دقیقش مثل یک اثر هنریه. نگاه کن و کیف کن. هوش و کنجکاویش باعث میشه جوراب گم شده پیدا شه و شاید دل تو هم. با بازیگوشی شیرینش اتاق همیشه پر از خنده میشه، انرژی مثبت خالص. دوست داری کلیپ بعدی درباره چی باشه؟ کامنت بذار الیزابت، شاید یه پنبه خالص برنده بشی. مرسی که با ما بودی، لایک و سابسکرایب یادت نره.